تبادله 199 افغان و 2 ایرانی بین کابل و تهران در نیمروز. در مرز میان افغانستان و ایران یک تبادله زندانیان میان کابل و تهران صورت گرفت. طبق گزارش ها 199 زندانی افغان و طالبان سپرده شدند و 2 ایرانی به دولت ایران بازگردانده شده اند. گزارش ها حاکی از آن است که این زندانیان افغان پیش از این در زندانهای تهران، سیستان و بلوچستان و اصفهان نگهداری می شدند و حالا به دولت طالبان منتقل شده اند. این اولین بار نیست که زندانیان افغان و ایرانی تبادله می شوند. پیش از این نیز ده‌ها زندانی افغان که در زندانهای مختلف ایران بوده اند آزاد شدند. طالبان مدت‌ها پیش از دولت ایران خواسته بودند که به توافقی برای انتقال زندانیان افغان به کابل دست یابند، به ویژه در پی اعدام چندین شهروند افغان در ایران.